کارمندان ریاست حالتهای فوق‌العاده شهر دوشنبه روز 24 ایون با دعوت ساکنان پایتخت سه در بسته را باز نمودند. یکی از این درها در خیابان رودکی نویه اسماعیل سامانی بود که صاحب خانه فرزند 3 ساله خود را تنها گذاشته بود. از حادثه نیم شب ساعت 00:24 خبر کردند و 4 کارمند ریاست به سراغ سفربر شدند. آنها در را با استفاده از تجهیزات مخصوص باز کرده فرزند 3 ساله را سلامت به مادرش رسانیدند. دو در دیگر را نیز با دعوت صاحبان خانه در خیابان رودکی 124 و رودکی 118 باز کردند و مشکل ساکنان را آسان نمودند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از ساکنان خواسته است احتیاطکار باشند و وقتی بیرون شدند از در اول کلید را با خود گیرند، به خصوص اگر طفلانشان در خانه تنها باشند بیشتر احتیاطکار باشند. اصلا شبانگاهان در خانه تنها ماندن کودکان مصلحت نیست.